عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان روز چهارشنبه از کشورهای آسیای مرکزی خواست در مسئله بهره برداری از ذخیره‌های آبی منطقه از نزدیک همکاری کنند. او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت چنین همکاری به منفعت مردم تمام آسیای مرکزی خواهد بود. Мы поддерживаем процесс продвижения идеи о необходимости выработки целей устойчивого развития в области водных ресурсов. کشورهای پایان‌آبی آسیای مرکزی و به خصوص ازبکستان نگرانند که در صورت بنیاد نیروگاه عظیم برق آبی راغون در تاجیکستان آبی کافی نخواهند یافت. دولت تاجیکستان میگوید این نگرانی‌ها اساس ندارند. در شهر دوشنبه محاکمه دادگاه زید سیدوف وزیر پیشین صنعت تاجیکستان ادامه کرد که او را به جنایت‌های سنگین به مثل طمع‌جویی، رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس متهم می‌کنند. صاحبکار شناخته تاجیک خود را بیگناه می‌داند و همه اتهامات را رد کرده است. زید سیدوف را بهار همین سال و بعد از آن بازداشت کردند که با گروه از همفکرانش گفت می‌خواهد برای اصلاح وضع بد اقتصادی کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهد. سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان از رهبران کشور خواستند به عملکرد تلویزیون‌های دولتی بهای حقوقی بدهند که به هیچ آگهی قبلی برنامه را با صحنه‌های وحشتناک خون و قتل نمایش دادند. فیلم پایبند نفرت درباره جوانی بود که با بیرحمی خاص یک کودک 8 ساله را کشته و تجاوز کرده است. سه سازمان خبرنگاری با نشر بیانیه گفتند شبکه‌های دولتی از جمله تلویزیون کودکانه بهارستان با نمایش دادن چنین برنامه غیر کسبی حقوق فطری انسان، حق کودکان و نورسان آید به دخل ناپذیری حیاتی شخصی را پایمال نمودند. سازمان‌های تاجیکان شهری نوکوزنسکی روسیه فیلم مستندی را دایر به کار و زندگی هزاران تاجیکان مهاجر و مقیمین شهر به نوار گرفتند. در این فیلم گفته می شود که از میان بیشتر از 5000 تاجیکان نوکوزنسک صدها نفر آنها با کارخانه‌ها و تجربه خود در رشد اقتصاد و علم و معارف و تندرستی این شهر سهم می‌گیرند. در مجموع در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی می‌کنند. در ناحیه واسه که منطقه عمدتاً کشاورزی است، آزمایشگاه نوی برای مبارزه با حشرات زیان‌آور به کار شروع کرد. در این آزمایشگاه که سازمان جمعیتی دوراندیش باز کرده است، حشراتی را می‌پرورند که همجنس‌های زیان‌آور خود را در کشتزارهای مردم محو می‌کند. به جای استفاده از زهرهای کیمیایی، این اصول محوی حشرات زیانرسان را کشورهای زیادی به کار می‌برند تا عالم نباتات و حیوانات آسیب نبیند.